سلام دوستان، خوش آمدید بر یک درسی دیگری از HTML و خوش آمدید به کانال کدنویس. امروز ما میخواستیم با شما کمی با HTML تگ ها کار کنیم و یک قسم از آنها را بیاموزیم. اول از همه میگذاریم بر تگ سرلوحه. در HTML سرلوحه ها از رزمر 1 تا رزمر 6 تقسیم کرده شدند که آنها با وارد کردن HTML تگ H1 تا H6 6 رزمر می باشند. ما اول از همه نویسیم 6 رزمر خود را و بعد درونهای آنها را پر میکنیم. 3 4 5 و 6 درون آنها را با واسطه چی می نویسیم؟ درون آنها را سرلوحه 1 تا اینکه فهمیم فرقیت آنها چی طور است از روی رزمر. سرلوحه 3 سرلوحه 4 و سرلوحه 5 سرلوحه 6. چه خیلی که شما میبینید، من کمی با پیش میکنم تا که خوبتر به شما نمایان گردد. چه خیلی شما میبینید سرلوحه یکم رزمر از سرلوحه دوم کمی بزرگتر میباشد. سرلوحه دوم از سوم از چهارم پنجم تا ششم. این رزمرها اگر که ما بعدتر خواهیم که تغییرات در رزمرها وارد کنیم، ما خودمون میتونیم تغییرات وارد کنیم، ولی در درس‌های آینده درباره تغییر دادن رزمرها بعدتر ما با آنها کار میکنیم. خوبترش در درسی که CSS وقتی شروع میکنیم در اون درس‌ها همه این کارا رو خواهیم کرد. این حال ما نیاز نداریم. چقدر که شما دیدید ما 6 رزمر سرلوحه های HTML را استفاده بردیم و هر جایی که شما کدام رزمری از سرلوحه ها را نیاز داشتید در وب صفحه خود میتوانید استفاده برید. و دوم HTML تگی که ما با شما در این درس میخواستیم نشان بدهیم و کم با آن کار کنیم چی است؟ HTML تگ پاراگراف P. HTML تگ پاراگراف با اشاره کردن حرف P چی وارد کرده می شود که HTML تگ جفت می باشد، آغاز شوی و نشانه به پایان رسی دارد. در دوران HTML تگ پاراگراف هر چیزی که ما متن خود را وارد کنیم، مثلا سلام دوستان خوش آمدید. چقدر که شما میبینید HTML تگ پاراگرافی که ما در کد وارد کردیم، چیزی که ما در درون وی نویسیم در وب صفحه‌مون نمایان است. اگر ما خواهیم که یگام پاراگرافی دیگر در وب صفحه خود وارد کنیم، ما نیاز داریم فقط یک پی دیگر وارد کنیم، یک پاراگراف دیگر HTML تگ پاراگراف دیگر و در درون اینجا می نویسیم هر چیزی که نیاز داریم. درس های دیگر رو انتظار باشه، مثلا هر چیزی که شما نیاز دارید می نویسید. درس های دیگر رو انتظار باشید. و یک چیز دیگر رو من با شما میخواستم نشون بدم در این درس، اگر که مثلا پاراگرافی ما دراز باشد، مثلا در صفحه ما نگنجد، وب صفحه ما چه خیلی وی رو به ما نشون میدهد. مثلا من همین تکستی که در اینجا داریم یک چند بار گذاشتمش، 3 بار میذارمش تا که ببینید. چقدر که شما میبینید تکستی ما در وب صفحه ما نگنجید، برای همه از خط نو نوشته شد. و اگر که ما رزمر را کمی کلان کنیم چقدر شما دیدین علیش کردن گرفته است. و وقتی که اگر نگنجید وب صفحه متن ما در وب صفحه و از خط نو مینویسید، ولی شما چقدر که میبینید اندازه بین اونها نظر به اندازه پاراگرافی نو کمی خردتر می باشد، چون که نمایان گردد این پاراگرافی نو است و این یک خطی دراز فقط که در صفحه ما نگنجیده است. درباره پاراگراف همین چیزها را دانستن در کار بود. و دیگر چیزی که ما در این درس با شما خواستم نشون بدم HTML تگی هر که
هر نوشته می شود. این برای چیست؟ مثلا ما یک قسمی از پاراگراف در یکم خط داریم و میخواهیم که یک خط بین پاراگراف اولین ما و پاراگراف دوم ما باشه. چه خیلی که شما میبینید وقتی که ما تگ هر را استفاده میبریم چی میشود؟ یک خط در وب صفحه ما در جایی که ما وارد کردیم تگ هر را چی کشیده میشود. و ما برای استفاده کردن اینها و در درس‌های دیگر همه اینها را استفاده میبریم و خوبتر باز شما میفهمید در کدام حالت. در هر جایی که شما نیاز دارید شما فقط استفاده برید و تمام. دیگر پاراگرافی که دیگر HTML تگی که من با شما میخواستم در این درس نشان دهم، این تگ اول در اینجا نویسم، تگ break line break، یعنی که یک خط نو برای وارد کردن یک خط نو. مثلا وقتی که ما در اینجا یک پاراگرافی دراز داریم ولی ما نمیخوایم یک قسمی این رو از پاراگرافی نو نویسیم، فقط میخوایم که از خط نو باشد. ما چه خیلی این رو کردن میتونیم. اگر که ما خواهیم از قسمی خوش آمده دوم خط ما از زیر نوشته شود چی جمله ما استفاده میبریم در اینجا پاراگرافی تگ بر و چی میشود؟ خیلی شما دیدید از خطی نو فرامد دوام تکستی که ما داشتیم. اگر که من گیرم باز بر را چی میشود؟ از دوام میشود. برای همین اگر که ما خواهیم یک پاراگرافی نو نسازیم ولی همین جمله را که ما داریم با قسمی از خط نو تقسیم کردن اونها رو انجام دهیم ما میتوانیم استفاده از تگ بر بریم. خیلی که شما دیدید. و یک چیز دیگر بسیار خوب که با من معقول است این تگ پره می باشد. تگ پره چگونه است؟ تگ پره وقتی که ما در درون تگ پره پرابل یا اینکه چند از خطی نو پرتویم چی خیلی کنیم ما همون خیلی با ما چی در وب صفحه نشان داده می شود. یک مثال می نویسیم تا اینکه شما خوب تر فهمید. من در اینجا یک شعر دارم، مثلا شعری که چی بیاید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم، در عالم هر کسی بیکار گردد و چشم اهل عالم خار گردد. مثلا همین شعر رو ما میخوایم که چه خیلی که در اینجا ما پرابل های وارد کردیم همین خیلی پرابل ها باشد، همین قدر پرابل و یک خطی نو در اینجا داریم و خطی نو هم باشد. چه خیلی با میتونه که با استفاده تگ پره وقتی که این رو استفاده میبریم چی میشود؟ چه خیلی شما میبینید در وب صفحه چی این جاهای خالیگی که ما در وقتی کد نوشته بودیم در اینجا گذاشته شده است. اگر من یک قسمی از پرابل هایی که گذاشته شده است گیرم چی میشود؟ دیدید شما چه خیلی که نوشتیم همون خیلی به ما نمایان کرده شده است. و اگر خطی نو رو باز گیریم باز از چی میشه؟ اگر دو خطی نو گذاشتیم همون خیلی چه خیلی که ما در بین اینجا وارد کنیم همون خیلی به ما چی نمایان میکنیم. اساسا برای من استفاده بودن تگ پره برای نوشتن یکم شعر یا که یکم چیزهایی که من میخوام که چه خیلی من نویسم همون خیلی نمایان گردد استفاده میبرم. و دیگر تگی که در این درس با شما نگاه میکنیم تگ سنتر می باشد. تگ سنتر برای چی استفاده بوده می شود؟ وقتی که ما یگان متن میخواهیم در وب صفحه ما وارد کنیم ولی متنمون در بین وب صفحه ما جایگیر باشد ما میتوانیم از تگ سنتر استفاده بریم. مثلا کد نویس در بین تگ سنتر ما کد نویس وقتی وارد میکنیم چه خیلی که شما میبینید از چی شد خطی از بین وب صفحه ما نشان داده شد و ما میتوانیم در بین این چی مثلا استفاده بریم و مثلا با سرلوحه یکم اروین میخواهیم که کد نویس نویسیم در وب صفحه ما ولی در بین صفحه جایگیر باشد. چه خیلی میتونیم بکنیم؟ ما میتوانیم تگ سنتر ما رو کشویم و در درون آن یک سرلوحه با نام چی کد نویس نویسیم.
چرا شما میبینید از بین صفحه واقع است. هر چقدر که رزمر خورد و کلان شود باید در بین صفحه ما میسته وب صفحه ما. مثلا بیاید شعری که در اینجا نوشته شده وای رو نیز چی کنیم از بین نویسیم. میگیریم در درون تگ سنتر وارد میکنیم. خیلی که شما میبینید که همه اون از بین شده است. یک پرابل های آنها رو من میگیرم تا که زیباتر نمایان گردد. خیلی شما میبینید ما در بین گذاشتیم شعر خود را، سرلوحه خود را در بین کردیم با استفاده بردن چی؟ تگی سنتر. و یک خوشخبر میخواهم باشم در درس های آینده از این درس شروع کردن هر یک چیزهایی که ما در درس ها می‌آموزانیم میخوایم که در آخر درس یک وظیفه برای شما آماده کنیم و با شما وظیفه رو دهیم تا اینکه شما در خانه در نشسته اون وظیفه رو عملی کنید و اگر که شما نتوانستید وظیفه رو کنید شما میتوانید در دوام ویدیو تماشا کنید. ما با شما یک جای آنها رو خواهیم کرد و میگذاریم بر قسم وظیفه. ما با همین آموزش سرلوحه، پاراگراف، خط کشیدن، خط نو گذاشتن، تگ پره، تگ سنتر این درسمون رو به پایان میرسونیم. میگذاریم بر قسم چی وظیفه‌ای که شما انجام دهید. چیزی که در وب صفحه شما دیده استید این وظیفه که شما باید انجام بدید. شما باید یک سرلوحه یک رزمر داشته باشید که چی باشد؟ صدرالدین عینی و یک پاراگراف دیگر درباره صدرالدین عینی باشد. در این پاراگراف یک قسم قهرمان تاجیکستان شما با مانند لاین بریک یعنی یک خط نو باید نویسید در پاراگراف ولی در خط نو با استفاده بردن تگ چی خودتان میدونید استفاده برین. اگر که به خاطرتون نیامد دوام درس نگاه میکنین ما با هم دیگر اینجا میسازیم و یک خط دیگر دارید و بعد یک سرلوحه با رزمر دوم چی سحرگاهان نام شعری که صدرالدین عینی نوشته است و بعد چی شعر با خیلی که گفته بودیم چی همه این صدرالدین عینی سحرگاهان و شعر در بین وب صفحه واقع است و خط هایی که در اینجا گشوده شده است چی یا نیست همه هاشون خیلی نوشته همه خیلی واقعه. پس انتظار میشیم باید دارم که شما با آسانی خواهید این وظیفه را انجام داد. اگر که یکم نفهمی شید در دوام درس شما با هم دیگر میکنیم و میفهمید. انتظارم. ما باوری داشتیم که شما ایزده چرا هم خیلی تیز حل میکنین و میگذاریم یک جای خیلی بار دیگه نگاه میکنیم یک جای میکنیم که همه خیلی کردن شما رو هم یا که یک گم خیلی دیگر تر نوشتیم. گفتیم در اول این خط چی داریم صدرالدین عینی که در بین نوشته شده. برای در بین نوشتن گفتیم چیکار کردن در کار سنتر تگ ده باید میکنیم و چی می نویسیم یک سرلوحه یکم ارمی خطی. من تکستور را در اینجا چیزا ماندگیم چون که اثر ننویسم صدرالدین عینی را کپی میکنم در سرلوحه میمونم. چیکار که میبینین پیدا شد. بعدش گفتیم با چی داریم پاراگراف داریم. یا پاراگراف دیگه داریم که در درنش درباره صدرالدین عینی نوشته شده که ایکای چی شده چخالی که میبینین درباره صدرالدین عینی نوشته شده. اینه که ما گفتیم که قهرمان تاجیکستان که باید در خطی نو بیازن چیکار کردن در کار در اینجا یک بر یعنی که بریک نوشتن در کار تا که چی های خطی نو شود. کم تا پیش میکنیم تا که خوبتر ببینیم. اینا قهرمان تاجیکستان ای خطی نوشتگی نوشتگی دوامش. و بعد از این گفتیم چی داریم یک خط داشتیم هر شکلی که شما میبینید هر ما پیدا شد. بعد او یک سرلوحه در بین گفتیم چی یک سرلوحه دیم رزمر خطی چی نوشته شدگی نامی سحرگاهان شکلی که شما دیدین همه توری رفتستن و یک
گفتیم چی داریم؟ شعر را با چی نوشته بودیم؟ تگی پره خطی. تگی پره را استفاده بودیم چون که ما میخواستیم همه پرابل چیزایی که در اینجا داخل میکنیم هم موقع با ما نشان داده شود. پره را میگیریم میمونیم شعرمونه و من کمی من خفا برام چون که خوشتر زیباتر بنامه. چقدر شما ببینید در بین همه خوش رو یک جایگیره. ما یک وبسایت که ساده ساختیم در درس آینده با ساده و خوش‌روتر چیزای علاوه‌ای میکنیم که و پیش زیبا میشه و سایت ما. در این حال یک وبسایت که ساده ما درباره صدرالدین عینی ساختیم. چقدر که قفاش هم کنیم صدرالدین عینی نوشته شدگی در بین و شعر ما در بین همه چی چقدر که در زده شد نمخواه کردیم. وظیفه را ما یک جای حل کردیم. درس ما با همی به پایان میرسانیم. امیدوارم که شما این درس معقولتان شده باشه و بخیر یکون چیزای فایده‌ناکی گرفته باشین. و باز تکرار میکنیم که اگر شما یکون چیزش فراموش کردین در این اثر تماشا کنیم با چی نویسن بگیرین. وظیفه هم خیلی چیزا قدم بگیرین تا که شما خوبتر همه چیزا در خاطرتان بمونه. تا درس دیگر خدا نگهدار.